در این محل در روستای باریشه در ولایت ادلیب در شمال و غرب سوریه ظاهراً خانه‌ای بود که در آن ابوبکر بغدادی رهبر داعش را کشتند. خبر قتل او را در جریان یک عملیات نیروهای ویژه آمریکا در واشنگتن خود دونالد ترامپ اعلان کرد. سربازان آمریکایی و سگان آنها بغدادی را در کنج یک نقب تنگ کردند. به گفته ترامپ بغدادی فیغان کشیده میگریست و سپس با ترکاندن کمربند ترکندش خود و 3 پسرش را کشت. به قول ترامپ تشخیص دی معلوم کرد که جسد پاره پاره از بغدادی است. خود ترامپ هم عملیات را از طریق ویدیو مشاهده میکرد. ساکنان شاهدان عینی آغاز عملیات شدند. ما را صدای هواپیماها بیدار کرد. ما کوچه برآمدیم و سربازان مسلح را دیدیم. آنها ما را به زمین خواباند و به دستانمان زولانه زدند. بعداً پرسیدند که می‌دانید در این خانه که زندگی می‌کند؟ گفتیم نه. می‌دیدیم که آدمان گوناگون می‌روند و می‌آیند ولی به آنها گپ نمی‌زدیم. به گفته دونالد ترامپ آمریکایی ها روسیه را از عملیات آگاه کرده و برای پرواز به محل حمله رضایت گرفتند. نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه جنرال ایگور کناشنکوف گفت که چنین درخواست در روزهای اخیر به آنها نرسیده است. وی گفت به این عملیات و نتیجه آن شبهه دارد. جبرائیل کینان نماینده نیروهای دموکراتی سوریه میگوید که پناهگاه ابوبکر بغدادی را کردها معلوم کردند. او افزود که به سبب حمله ترکیه عملیات محو را به تأخیر انداختند. مظلوم کوبانی فرمانده نیروها به همه شرکتداران عملیات تشکر گفت و به خصوص دونالد ترامپ را ذکر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم رئیس جمهوری آمریکا را با موفقیت نظرش تبریک گفت. ابوبکر بغدادی یک افراطگرای اشدی بود و سال 2014 هم در قلمروهای وسیع اشغال کرده داعش در سوریه و عراق خلافت اعلان کرد. درباره مرگ او در گذشته هم گزارش‌ها شده بود ولی تصدیق نیافتند.